جمعه غریبی بود. دل بچه های علم و صنعت هوای کیانوش رو کرده بود. کیانوشی که داغ ذلت و ننگ رو بر دل جلاد گذاشت و مثل بیستون ایستاد و سرخم نکرد. دارم از اون جمعه میگم که دانشجوهای علم و صنعت با دلهایی پر از درد و دستهایی پر از گل به دیدار خانواده کیانوش رفتند و بعد همراه با مادر و خواهر و برادران کیانوش راهی مزار یار دبستانیشون شدند تا به روان پاک شهید کیانوش آسا ادای احترام کنند. مادر کیانوش با خوندن مرثیه‌ای به زبان کردی یاد جگرگوشش رو گرامی داشت و برادر کیانوش گفت هیچ فشاری نمیتونه مانع از خونخواهی ما بشه. عاملان شهادت کیانوش در هر پست و مقامی هم که باشن باید در پیشگاه ملت محاکمه و مجازات بشن. در پایان این دیدار کوتاه دانشجویان به خانواده آسا گفتند خون کیانوش در رگ‌های تک تک دانشجویان بیدار ایرانی جریان داره و نام و یادش برای همیشه در خاطرات اونها جاری. یاران دبستانی کیانوش گفتند تا روزی که زندن در راه کیانوش که راه صلح و آزادیه قدم برمی‌دارند. یاد اون یعنی کرمانشاهی به خیر و راهش پر دوام و پر رهرو.